امروز دوام قصه‌مون رو نقل میکنم اپا و خواهر. پیش از نوار سر کردن میخوام که شما را به گروه کلینت که چتی خدم دعوت کنم که پسوده های اومیز تحفه ماندگی برای شخصانی که پروست تایمز کسب میکنن. رقم های واتساپ ما میگذارم، مرحمت بنویسین. انا همین پسوده های اومیز розыгрыш مبین همتون میگذارم. چند روز شد که подряд دچاری انامون دوگانه میریم. دادا چای دوگانه میگیم آش میکنیم، هر چی میکنیم. پکا هوا گرمه. گفتم هر روز رفتن در کار روزای بهترین آفتابی ایده زدن در کار نیست. امروز کازان کباب تیار کردیم. خیلی کازان کباب یکم بار کردم که اول کارشکا را جارید میکنی، بعد ادلنا گوشت جارید میکنی، بعد هر دشه دم پرتوی دیگه هیچ چی نمی اندازی. نکی مزهش در درجه عالی بود، گنده با مزه بود. قصه‌مون دوام می‌دیم. در انیماسیونی شخصایی که پیش ما اپراسیون کرده بودن مرا مجبوری بدور کردن. بدور شدم، یک ترس تمامی عضو بدن من فرا گرفت. خدمت تنها، بیچاره، بی صاحب حس کردم. ده به خلاصه اومدم که ای همین больница ما سوق سلامت برام. ما راست نوسیبیرسک میبیام قطعی اکوهم زندگی میکنم، در نزدیکی همیو زندگی میکنم. صد نکنی هر روز در خانه هم نباشم قوتی دل من. خلاصه الحمدلله طول یک هفته در больница رفتم. کودکم اپام آمد ای تاجیکستان نگاهشون کرده. بعد یک هفته ما جواب شدم سوق سلامت، لیکن به حد سخت عذاب کشیدم. خداوند هیچ کار بیمارو کسل نکنه، تیمبولی بام خیلی کسلی بیزیب. معلوم نبود که این با دوامت یا نمیت علاقه در گосударство نام منه در همون قطاری онкологический کسل نام نوشتن. آمدم خانم در سودا موندم. سبب آمدنی من انا همی بود. خانم در سودا موندم. طول یک ماه کشید خانم سودا کردم. آمدم شهر نوسیبیرسک. در اینجا قریب یک هفته خانه گفتم через агентство. بعد همه خانم 11 میلیون و 800 بود. پولی ما که نلیچی بود در 10.5 میلیون دادن من. خانم برای ریمونت خریده بودم، لیکن ریمونتش به تعبیدی خدم نبود. زال ما ادزلنا در 1.5 میلیون ریمونت کردم. این پول همش ای کجا؟ اولی که من زیاد از 1.5 میلیون است در شرکتی فابرلیک. شخصی که نمیدونین من افیسیانی کارگری فابرلیکم و نالوگ میسپارم، یعنی که بیلی دخواد. و ما حقم دارم که پوبلیش ویدیو کنم، نشون تیم و با کماندم زنهای خانشینه دعوت کنم. این حقم دارم. من هیچ کس اپریت کرده نمیتونم. و بیزنسم بیزنسی رسیست که خوبیش ده همین که زبانش هم میدونیم. خلاصه کوچیدن اومدن آسان نبود. با این قدر چیز چوره خیلی الحمدلله جو به جو شدیم. بعد با داودوی مکتب صدیق سر شد. اکن این قصه ای فرزنده سر میشه و که چی خیل پروست میگی که مکتب بچه من در مکتب موندم، دختر من در صدیق موندم. این گفتن آسان، لیکن داودوی اینا او آدمایی میدونن که داودو میکنن. فاطمه را در صدیق موندم، قبولش کردن، گفتن 6 ماه باید که 3 ساعتی بیاریشه. طول یک هفته 3 ساعتی بردمش. یک روز میرم، همه را اوقات دادیان، دختری مرا نه در عدل نشینوندیان.